سلام به همه. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام خیلی کوتاه در مورد یه چیزی صحبت کنم که هممون باهاش درگیریم. چطور بهتر درس بخونیم؟ خیلی وقتا ما فکر میکنیم درس خوندن یعنی فقط بشینیم پشت میز، کتاب باز کنیم و تا وقتی چشمامون قرمز نشده ادامه بدیم. ولی واقعیت اینه که این روش نه تنها جواب نمیده، بلکه بیشتر خستگی میاره تا نتیجه. من چند تا نکته ساده میخوام بگم که اگه رعایتشون کنی، درس خوندن هم راحت تر میشه، هم نتیجه بهتری میگیری. اول، هدف مشخص داشته باش. وقتی میخوای شروع کنی، به خودت بگو الان میخوام این فصل رو بفهمم یا میخوام این 10 صفحه رو بخونم. اگه فقط بگی میخونم ببینم چی میشه، آخرش نه میفهمی چی خوندی، نه انرژی برات میمونه. دوم، تیکه تیکه بخون. مغز ما مثل یه باتریه. اگه پشت سر هم 2 ساعت بخونی، بعد نیم ساعت دیگه چیزی وارد مغز نمیشه. بهترین کار اینه که مثلا 25 دقیقه بخونی، 5 دقیقه استراحت کنی. به این روش میگم پومودورو. خیلی ساده است ولی معجزه میکنه. سوم، محیط درست کن. موبایل رو بذار کنار. حتی اگه بگی فقط میذارم جلوی چشمم ولی دست نمیزنم، مغزت درگیر میشه. یه جای ساکت انتخاب کن، نور خوب باشه، آب یا چای هم بذار کنار دستت. وقتی محیطت درست باشه، تمرکزت چند برابر میشه. چهارم، خلاصه نویسی کن. فقط خوندن کافی نیست. اگه چیزی رو با دستت بنویسی، 3 برابر بیشتر توی ذهنت میمونه. میتونی نقشه ذهنی بکشی، جدول درست کنی یا فقط نکته ها رو بنویسی. مهم اینه که فعال باشی، نه منفعل. پنجم، مرور فراموش نشه. خیلیا فکر میکنن یه بار خوندن کافیه، ولی واقعیت اینه که مغز آدم فراموش کاره. مرور کردن باعث میشه مطالب از حافظه کوتاه مدت بره توی حافظه بلند مدت. مثلا میتونی شب قبل از خواب یا یه روز در میون مرور کنی. بچه‌ها ممنونم از اینکه ویدیوی ما رو دیدید. لایک و کامنت فراموش نشه. ما رو هم دنبال بکنید. فعلا خدا نگهدار.